فراموش نکنید. هزینه خرج یک دانش آموز خارجی در امریکا هم باید حساب کنید. یکی از خارج از امریکا میان اینجا میخوان این کار انجام بدن، وارد دانشگاه بشن برای بورس ورزشی. بعد به این مسئله فکر کنیم که شما وقتی که فرزندتون به دبیرستان میرسد، در اون ورزشی که از 5 سالگی شروع کرده، باید در تیم اول دبیرستان بازی بکنه. هیچ راهی نداریم. اگر در تیم اول دبیرستان بازی نکنه براش مقدار مشکل میشه. بازی کردن در خارج از دبیرستان، در یک کلاب خارج از دبیرستان، اصولا فقط شما برای دبیرستان بازی کنید، امکان گرفتن بورس ورزشی خیلی خیلی کم خواهد شد. مخصوصا همین ساکر یا فوتبال خودمون. برای فوتبال امریکایی نه، فقط برای دبیرستان کافیه، برای اینکه بیرون کلاب وجود نداره برای بچهای دبیرستانی فوتبال امریکایی بازی کنن. بعد آشنا شدن پدر مادر به قوانین NCAA National Collegiate Athletic Association. در مورد NCAA باید بدونید، قوانینش رو باید بدونید. مربیان چی میگن، شما چه وظایفی دارین و شما از نظر قانونی چیکار باید بکنید، آنها چه کار میتونن انجام بدن. اینا رو باید خوب بدونید در موردش. و یادتون نره، به نظر من و به نظر خیلی ها، مربیان واقعا عاشق کار خودشون هستن. اول دوست دارن کار خودشون رو نگه دارن، بعد به فکر فرزند شما هستن. پس یادتون باشه همونطوری که آنها به شما تمام حرفا رو نمیزنن، شما این چیز دارین که همه حرفا رو به اونا نزنید. و یادتون باشه مربیان دانشگاهی دنبال بهترین بازیکن هستن تا آخرین لحظه. با تمام بازیکنانی که دنبالش هستن، 10 بازیکنی که دنبالشون هستن، با همه به خوبی رفتار میکنن، ولی سورپرایز نشین که در روز آخر فقط یک بازیکن انتخاب میکنن و فرزند شما رو انتخاب نمیکنن. پس هوشیار باشید، با مربیان بسیار زیادی در تماس باشید که آپشنتون باز باشه، یعنی برای انتخاب چندین دانشگاه باشه برای وارد شدن. حتما هم نباید فرزند شما به یک دانشگاه بزرگ بره برای بازی کردن ورزش. نه، یادتون باشه بر دلیل بازی کردن ورزش در دانشگاه گرفتن تحصیلات رایگان می باشد و خیلی خیلی تعداد بسیار کمی از بچه‌های دبیرستانی یا بچه‌های دانشگاهی که ورزش بازی کنن به طور حرفه‌ای بازی میکنن. پس اینم یادتون باشه اشتباه نکنید. خوب با قوانین NCAA آشنا بشید، خودتون رو آموزش بدید و فرزندتون باید بهترین بازیکن دبیرستان باشه از همه نظر. خب این از این که قول داده بودم به دوستان عزیزمون. بعد میخوایم تا قبل اینکه خانم حاجی خانی بیان، ما در مورد 5 سال این هفتم صحبت بکنیم. 5 سالی که از من شده، اینا رو جمع جور کردم براتون و 5 تاش انتخاب کردم سالاتی که شده بود و در این 5 مورد صحبت بکنیم. اولا یه مژده بهتون بدم، برای خودم خیلی مژده هستش، که برنامه ما به زودی تغییراتی پیدا خواهد کرد. برنامه دور دنیا در 60 دقیقه از محل‌های مختلف برای شما پخش خواهد شد. از طوری این برنامه رو درست می‌کنه که وقتی میگیم around the world in 60 minutes، دور دنیا در 60 دقیقه، شما رو بتوانیم با دوربین، همین بدونی که سراسر دنیا حرکت بکنیم، جاهای مختلف بریم و شما بیشتر آشنا میشید با دور دنیا، از رستوران‌های مختلف، از دانشگاه‌های مختلف، از جاهای مختلف برای شما مستقیما برنامه رو از آنجا ضبط و اجرا بکنیم. در صورت آماده باشیم به زودی زود برنامه ما یه تغییرات کوچیک درش پیش خواهد اومد و بهتر خواهد شد. خب این از این. دوستان عزیز بگم که پرسیدن فرزند ما کلاس 12 می باشه. بسیار عالی. گفتن ما که درست ایشون کلاس 12 بود اقدام کردیم به دانشگاه، پس که اقدام کردیم کلاس 12 نامرتان به حساب میاد یا نه؟ جوابش این است که بله به حساب میاد و خیلی هم به حساب میاد، زیاد از حد هم به حساب میاد. اشتباه نکنید، شما اقدام کرده اید. جواب تمام دانشگاه ها در امریکا فکر کنم تا عید نوروز خودمون خواهد آمد. تا عید نوروز جواب خواهد آمد. ولی اگر جواب قبولی به فرزندتون دادن و عید نوروز هم بود، شما خیلی خوشحال شدین، ولی فراموش نکنید که آنها هنوز صبر میکنن که آخرین ریزه نمره بچه‌ها بیاد که تصمیم نهایی رو بگیرن. بله، همچنان با استقامت و با محکم بودن در درس‌ها و استرانگ جلو بروید و کلاس 12 رو تموم کنید. پرسیدن آیا در خوابگاه دانشگاه میتوان تنها زندگی کرد یا حتما باید هم اتاقی داشته باشیم؟
خب اینو میتونستم قسمت بعدم سوال کنم، ولی الان جوابش میدم که بله میتوانید، امکان این که تنها زندگی کردن هم هست، میتوانید که تنها در اتاق در خوابگاه زندگی کنید، ولی شاید به دلیل تراکم و به دلیل کمی جا و تعداد زیاد دانشجو امکان پذیر نباشه، به اضافه که گرانتر خواهد بود به شما 100% امکان روممیت بدهند، یعنی هم اتاقی داشته باشد فرزندتون. ولی دانشگاه طراز اول اصولاً بچه‌ها رو تقریباً با همدیگه مچ میکنه، تقریباً انتخاب میکنه 2 نفر که از یک طریق تقریباً به هم نظر فکری روحی نزدیک‌تر هستن. 2 تا ورزشکار رو با هم میذارن، 2 نفر از 2 تا کشور مختلف امکان داره در یک جا بذارن. اینو که اینها رو خودشون رسیدگی میکنن. شماره 3، کدام ارزان‌تر است، خوابگاه دانشگاه یا خارج زندگی کردن؟ به نظر من بهتره که در دانشگاه زندگی بکنید، خیلی ارزان‌تر خواهد بود، چون پول خیلی چیزا رو پرداخت نمی‌کنید، مثل کیبل، تلفن، کامپیوتر و خیلی برنامه‌ها رو پرداخت نمی‌کنید، خیلی راحت‌تر براتون پول آب و برق و خوردن غذا در کافتریا اینا میتونه کلاً خیلی ارزان‌تر بشود برای شما. در مورد MBA فوق لیسانس بازرگانی توضیح بدهید. خب میذاره توضیح زیاده، هر خانم حاجی خانم بودن در مورد توضیح می‌خوایم میدیم. در مورد MBA یعنی چی اصلا، Master of Business Administration، و بالاخره فارغ التحصیلان MBA چگونه کار پیدا میکنن. اینم سوال خیلی گل و گنده و بزرگی هستش، ولی سعی میکنیم در موردش صحبت بکنیم. پس این 2 سوال رو وقتی برمیگردیم جوابش خواهیم داد. دوستان عزیز، حسین مجید هستم، دور دنیا در 60 دقیقه با ما باشین. برمیگردیم با مهمان خودمون